سلام به جکوزی قسمت 5 خیلی خوش اومدین. این اپیزود 1 آذر چند نوامبر 21 نوامبر برای کسایی که ما رو از خارج نگاه میکنن و میشنون شروع میشه. انگلیسی زبونه دیگه. خب منم به نوبه خودم سلام میکنم. خوش اومدین بچه‌ها به اپیزود 5 جکوزی با 2 تا هاست بسیار خفن. و اینکه بچه‌ها برای کسایی که تا اولین بار این پادکست رو میشنون یا میبینن، من همیشه هم دیدی تاکید میکنم جفتشو، اینه که ما معمولا خبرها و کنجکاوی‌ها هفته‌مون رو میایم اینجا میگیم و یه پادکست گفتگو محوره، یعنی گفتگو بله. موضوع و محوریت خاصی نداره. اما موقعی پادکست رو شروع کردیم من خیلی کلماتم بهتر خیلی شده. با ادب شدی. آره خوبه دیگه، به نظر من یه سری کارا باعث تاثیرگذاره. آره. من جمله راجع به چه چیزی می‌خوایم حرف بزنیم؟ یه چیزی الان چی گفتی اولش؟ من یه موضوع اومد تو ذهنم، خواستم با اون شروع کنم. راجع به بلاگرا، راجع به یوتیوب. انگلیسی زبان. من خیلی دوستای خوب به خاطر مهاجرت همه یه سری دوستای خیلی خارجی کشور دارم و حالا نمیدونم تو از اون دوستایی داری که مثلا 18 سالگی یا غرب تاش رفته باشه خارج؟ آره خب. بعد دارم دقیقاً این مشکلی که حالا میخوام برات مطرح کنم اینه که باهاشون که صحبت میکنی یه سری اصطلاحاتو درک نمیکنم و من خیلی عجیب بود برام. مثلا چون ما اینجا داریم با چیزای آپدیت صحبت میکنیم، مثلا یزید تو میگفتم بهش دیده بودمش، براش عجیب بود. خب یه دقیقه وایسا، چند سالشه الان آدمی که میگه 18 سالگی 17 سالگی رفته، الان 25 26 سالشه، یعنی 7 8 سال پیش. آره خیلی نه خیلی اینجوری، یعنی من الان میبینم چوسی میاد داداش. 7 8 سال پیش میگفتن یزید تو، حالا مثلا 4 تا چیزی که الان هست. چرا بابا یزید تو خیلی قدیمی و چرکه، برای دوران مدرسه منه، برای دبیرستان منه. حاجی یزید تو شهری هم فرق داره. مثلا کدوم شهر بوده؟ یه زنگ کرج بود. آره یه زنگ. چرا حالا که پرچمش بالا مشکل داری؟ چون نه ولی نه کلا یه سری چیزا مثلا خودمونم نمیفهمیم. حالا من این مثال زدم یزید تو، یه سری چیزا رو مثلا من حرف میزدم باهاشون، یه ذره من دیدم اینجوریه، یعنی چی میگی، یعنی این اتفاق میفته و آره و اینو من تو محتوا سازای اونورم دیدم، یعنی شاید صحبت کنن چیزه یه سری چیزا رو درک نمی‌کنن. یه سری اصطلاحاتی که میگه هنوز توی شب‌های برره موندن، اصطلاحات پول وعده، پول زور وعده. خیلی دوران تاریکی بود واقعا. اون نوچسکو و فلان، واقعا مثل اون دوران پنپا و فلان اینا رو داری میگی دیگه. دهه 80 90 میشه، اوایل 90. پنپا من تازه فهمیدم پن می‌نویسن زیر پستا. چی می‌نویسن زیر پستا؟ پن. آره دیگه. من فکر می‌کنم پنپا همون پی اس دیگه. تو انگلیسی هم مثلا پی اس مثلا فلان. خب این هفته چه خبر بود دیگه؟ این هفته والا خبر زیاد داشتیم. خبر زیاد داشتیم. اتاق خبرمون اول که خیلی جالبه، کسایی که مرداد نیویورک رو نمیدونم میشناسن یا نه، میشناسی یا نه مرداد نیویورک. تو برنامه شبخیز میومد، یه خواننده در پیتی بود، خدا رحمتش کنه، الان میخون نمیدونم دوست دختر من آزیتا یا فلانی کیو انتخاب کنم و فلان. اینو بود. خدا بیامرز. این وضعش هم خوب بود. مرده؟ آره اومده بود ایران چندین ماه، یعنی میرفته اینجا هتل سازی میکرده، شهرک میساخت تو شمال. بعد اومده بود ایران که یه کاری کنه، اینکه از طریق IVF با چند تا مثلا از خانوم رو حامله کنه. IVF چیه؟ بعد این حالت ممکن توضیح دادم اینو. IVF و رحم اجاره‌ای و این داستانا، میخواسته از خودش یه لگسی داشته باشه، یه میراثی داشته باشه، مثلا 10 20 تا بچه داشته باشه که این ثروتی که داره رو خرج کنن. بعد میاد داستانو یهو شروع کرد، یعنی اومده ایران که چند تا رو حامله کنه که بچه داشته باشه، اینجا وارث داشته باشه. چند تا رو حامله کنه رو بعد گفتم، خودش نمی‌خواسته حامله کنه، اومده از طریق لقاح مصنوعی. اومده از طریق لقاح مصنوعی 7 8 10 تا بچه بیاره که این ثروت عظیمشو بتونه به اونا پخش کنه. متاسفانه حین این که داشته این کار رو می‌کرده، توی اون ویلایی که زندگی می‌کرده، نه کثافت، تو اون ویلایی که زندگی می‌کرده و خونش بوده تو ایران، اون سرایدارش و دخترش یه نقشه می‌ریزن که این آقا رو مال و اموالش بالا بکشن. با کمک آشناهاشون میان اینا آمپول میزنن، بیهوشش میکنن، میارنش تهران، توی دفترخونه نگرش میدارن، 10 روز شکنجهش میدن، دار و ندارش ازش میگیرن تو اون دفترخونه، بعد به خاطر اینکه لو نرن میکشنش، بعدم مسلش میکنن، میرن یه گوشه میسوزوننش، تموم میشه میره. 7 8 ماه بعد این قضیه رو پلیس تازه میفهمه. اونم چه جوری؟
مثلا اینکه این یکی از این زنایی که این کارو کرده بچهش به دنیا اومده و رفته سراغ این آدم دیگه پیداش نمیکنه، رفته شکایت کرده، میگه آقا این با این قرارداد ما داشتیم، این آقا اومده به ما مثلا 2 میلیارد پول داده، ما این بچه رو به دنیا بیاریم که بدیم بهش، جوابمون نمیده. پلیس پیگیری میکنه، میبینه که اصلا ایران خارج نشده، یعنی داخل ایران هنوز. آمارش در میارن میگه کل داراییشو توی دفترخونه به نام سردفتر کرده. میرن سراغ سردفتره، تا میان حرف بزنن با چک اول سردفتر همه چی رو لو میده که میگه به کمک اون سرایی داره آوردیمش اینجا، شکنجهش دادیم، فلانش کردیم، این کارو کردیم. بعد از 7-8 ماه همه کلماتی که میگفتی عجیب بود. یعنی این که مثلا یارو گفتی قرارداد داره آقا بیاین این بچه من، اصلا همه این پرونده عجیب بود. چرا من تو اینترنت زیاد نشنیدم دربارش؟ اون کسافتایی که من میبینم تو نگاه نمی‌کنی چون نه اصلا خیلی خبر عجیبیه، خیلی ناراحت کننده است، خیلی ناراحت کننده است. تو فکر کن با اون ثروت میگن 4000 میلیارد هم پول داشت، یعنی که 70-80 میلیون دلار مثلا، حالا کمتر پایین‌تر، این هم پول داشته باشی. اسمش هم جعفر بوده، خدا رحمتش کنه، بهش گفتن مداد نیویورک. بعد آخر سر هیچ و پوچ از بین بری، خدا بیامرزتش، خدا رحمتش کنه. این داستان یه بارم با هم بحث کردیم. چی میگن؟ احرسراس چی یه چیزی ورثه میگن، انحصار وراثت. خیلی کلمه عجیب. انحصار چی؟ وراثت. انحصار فلش کن. وراثت. وراثت. آفرین. اینکه اگه چیز نکنی، اگه از قبل وصیت نامه نکنی چیز میشه؟ وصیت نامه نه، وصیت نامه تو کلا ارزش قانونی نداره. وصیت نامه تو مثلا خواهش میکنی از کسایی که وصیت کردیه ثبت کنی، میتونن شکایت کنن. ثبت کنی مثلا داریم صلح عمره میتونی کنی، خیلی بلدی این کارا رو کنی. خب مثلا انجام میدم، میری برای چی؟ برای مالیاته. تو حساب کن، خدا رحمتت کنه، خدا رحمتم کنه ان شاء الله 100 سال آینده اگر از این دنیا رفتی و دار و نداری داشتی، اگر به بچه‌ها تقسیم نکرده باشی یا صلح عمره نکرده باشی، دولت یه بخشیشو برمی‌داره بابت مالیات و این داستاناش. ولی تو مالیات چی؟ خب مالیات داره، مالیات وراثت، مالیات انحصار بر وراثت و دارایی باید پرداخت کنی بابتش. این کار انجام میدی. ما یه ذره فاز وکالتی شد اینجا. اگر از اون شکایت کردن این شد. آره خیلی ناراحت کننده است این موضوع. ولی حالا خبر بعدی میدونی چیه؟ چی شده؟ مایک تایسون رو میخوای بگی؟ اصلا آره خیلی جالبه. میخوام بگم اون آدم با اون عظمت که برای شاید خانوما هم میبینن دیگه مایک تایسون بچه‌ها همه میشناسن. نه من واقعا فکر میکنم، من برای همینه که همیشه بین حرفات میپرم مثلا چیز میکنم. مثلا AV چی بود گفتی؟ اونو مثلا نمیدونم رحم اجاره و این داستانا. نه IVF این داستان یه روشه. اونو زنا میتونن IVF نمیشه، یه روشیه. حالا دکتر زیاد اونجوری نمیخواد تخصصی بری، ولی مثلا مایک تایسون یکی از بوکسورهای معروف دنیاست و جیک پال شاید به عنوان داداش لوگان پال فکر کنم بیشتر میشناسن دیگه. یه یوتیوبر و کلا اینفلوئنسر خیلی معروفه تو کل دنیا. البته جیک پال نمیتونی بگی فقط اینفلوئنسر، جیک پال واقعا بوکسور هم هست، واقعا بوکسور در حد خیلی خوبیه. من دارم میگم به نظر من شاید تو ایران کمتر کسی پیدا کنی تو بوکسورا حتی بتونه جیک پالو بزنه، چون هم چندین سال داره تامین حرفه‌ای میکنه، بعد نوجوان بودن چیز بودن، کشتیگیر بودن اصلا با حالا اوناشون که هیچی در حد ما که نبودن. ایران منظورم کشتی، نه من و تو مشخصه که گفتم. حالا مایک تایسون یه بوکسور معروف نی، مایک تایسون معروف ترین بوکسور دنیاست، حتی به نظر من محمد علی هم معروف تره. بعد اینکه مایک تایسون یه زمان بهش لقبی هم میدادن، حالا میخوای بوق بزن، گفتن baddest mother whoever walked on earth. یعنی دیگه حالا جملهش فارسیش میشه نداریم، من اینکه بدترین آدمای دنیا بود. حالا بد نه که آدم بد ذاتی باشه، از نظر اون خشم و اون کارایی که میکرده. خب متاسفانه تو وقتی 58 سالگی 58 سالشه، خب معلومه دیگه آدم 58 ساله چطوری میتونی یه پسر 27 ساله بوکسور رو بزنی؟ فقط پول. یعنی میمایی که اومده بودی این بود که میگفت که تو میتونی پولدار باشی تو گوش مایک تایسون هم بزنی، حتی خودشو خراب کرد توی برای پول. آخش ببین نه برای ما نه، برای اون لگسی که داشته. یکی اینکه حالا این یه شو بود خب، ولی خیلی از این مثلا فلوید هم با داداشش لوگان پال هم مثلا چیز کرد دیگه، چی میگه فایت کرد، ولی اینا بیشتر شو من احساس کنم. و مثلا مایک تایسون از قدیم توی شو بوده. اگه اینجوری بوده مثلا یه ذره فکر می‌کنم این ایرانی منشه که دوست نداره وجهت خراب شه. نه من اصلا فارسیشو کار ندارم، تو دنیای خود به قولی اون سمتیای خودشونو من بیشتر میخوندم. مردم البته بهت بگم همه 6 ماه دیگه یادشون میره. این وسط جیک پال 40 میلیون دلار میگیره، مایک تایسون هم 20 میلیون دلار گرفته رفته تو 58 سالگی، کسی هم یادش نمیاد. مایک تایسون بعد چهارراسی پادکست خوبم داره، هات باکسینگ ویت مایک. دستتو زیاد نرجر دورونه. ببخشید. آره این بود. چه خبر دیگه هیچی. درباره چند وقته درباره رابطه و دختر پسر بازی صحبت نکردم.
بریم یه ذره تونل زمان شیم. تونل زمان چه افکت هم میذاری؟ تونل زمان. آقا تو اولین بار که سوشیال مثل سوشیال مدیا فکر کنم یاهو مسنجر بوده، چی بوده داستانش؟ اولین بار تجربه‌ام یاهو مسنجر بوده، فکر کنم 11 سالم بود. ایمیل نمیزدی مثلا به دختر پسر؟ با دختر رو داری میگه؟ کلا اصلا سوشال میدیا کجا؟ سوشال مدیا رو دختر پسر فکر کنم 12 13 سالگی 11 12 سالگی تو یاهو مسنجر، بعد چت میکردم با من، ولی دوست دختری نداشتم و مثلا کلا شای بودم و چاق بودم و حالا من چیز کنم دونه دونه باهات میام جلو. ببین بعد میخوام آخرش برسم به یه جای خوب. یاهو مسنجر من یادمه اونجا مثلا یه روم میرفتی، توی سری روما میرفتی، بعد رفیق پیدا میکردی، یه سری مثلا شبات میذاشتن 8 شب بیان اینجا جمع شیم، مثلا همون الانم داریم. باز کلاب هاوس هم الان اینجوری بوده دیگه، مثلا جمع میشدن اینجا، حالا صوتی بود حرف میزدن. توی یاهو مسنجر میتونستی صدا حرف بزنی، دایلاب بود، ساعت پایین بود. اکثر ویدیو هم داشت، ولی خب آره من یادم حالا ما نگاه من تو این سن بچگی به جایی که مثلا با آدم‌ها جدی آشنا شم، مثلا عموی بابام با اون مثلا حالمو میپرسید. خب اکثرا برای همین بود. منم مثلا یادم ریختم با دایم چت میکردم آمریکا و همین دیگه. بعد این اتفاق افتاد، بازم اونجا آدمو دنبال چی بودن؟ دنبال دختر و پسر با هم آشنا شه. بعد کلوبو یادتی؟ نمیدونم یه سری کلوبو یادشون باشه. کلوب فکر کنم فارسی اورکات بود. کلوب یه سایتی بودی، نمیدونم یه تایتلی باز میشد، بعد تو اونجا یه سری باز دوباره کلوبا باز میشد. تو مثلا یه کلوب درست میکردی، آدما میومدن اونجا عضو یه کلوب میشدی و میتونستی با هم چت کنی، اون زیر بنویسی، ریپلای کنی، مثل سایت های چیز بود دیگه، فروم بود. آره ولی نه یه ذره چیزتر بود کلوب. من عضو نبودم ولی دوستان مثلا میدیدم، من اون موقع زیاد پیگیری نمیکردم، همه جمع میشن و صحبت میکنن. بعد جلوتر که اومدیم اینستاگرام اومد، بعد انقدر سری میگذره من اصلا یادم نمیاد. اینستاگرام فقط عکس میذاشتی، حتی دایرکت هم انگار یه سری بهم یادآوری کردن دایرکت هم نداشت. دایرکت نداشت. من اصلا اینجوریام که مگه میشه نداشته باشه، اینجوری بودم. نداشت. من یادمه من یه پروفایل قدیمی دارم الان بستمش، پایین که میای یه چرت و پرتایی پست میکردم، نوشته هایی نوشتم عکس غذا که الان استوری هم دیگه سگ میکنه. بعد دیدید یه افکت داشت دورش مشکی بود، اصلا معروف، همه همونو میذاشتن، همه آدما اسمش یادم نمیاد ولی خیلی معروف بود. بعد اون موقع حالا یه اپی که بهت بگم کیک بود، کیکو میذاشتی میگفتی بیا کیک اینجا با من صحبت کن. منم مثلا با کیک استفاده میکردم. بعد دیگه یه دفعه گوشی‌های اسمارت فون من یادم فکر کنم 88 89 خیلی همه خریدن دیگه. وایبر رو دیدی همه رو میرنس می‌کردن. فکر کنم یه ذره عقب جلو گفتی، چون اینستاگرام بعد از وایبر اینا بود، یعنی با هم بودن تقریبا. وایبر بود، وایبر بعد وایبر آخه ارتباطی بود، اینستاگرام فقط عکس میذاشتی. وایبر بود، بعد لاین بود، لاین ویچت بود، شیک میکردی و بیتاک بود، چیزم شیک بود، ویچت هم شیکی بود، اطرافتو نشون میداد. بعد دیگه ویچت شد یه سوپر اپلیکیشن تو چین دیگه، از ایران کلا قطع شد دیگه، همه چین با ویچت دیگه الان. لاین هم برای کلاس. اینو میخوام بگم که ببین همیشه یه داستان دختر، یعنی ببین این ارتباط همیشه بوده، یعنی اینکه توی دنبال پارتنر بگردی، دنبال دختر پسر بگردی. آخه تو دبیرستان هم واقعا جداییم دیگه، همه این داستان هست. بعد حتی اومدیم جلوتا کلاب هاوس، تو کرونا خیلی چیز بود، من خودم روش نداشتم، تو انگار زیاد کلاب هاوس پارتی هم بود، سال قبل کلاب هاوس بود، ویدیو کال بود، فکر کنم هاوس پارتی بود. چیکار می‌کردین توی کلاب هاوس؟ گیم می‌زدیم، مافیا گیم بازی می‌کردیم، نور هاو ایور بود اون موقع، یادم نمیاد، خیلی وقت پیش بود دیگه، 2-3 سال پیش، 3 سال 2021 میشه، 3 سال پیش بود. آره چه زود میگذره، خیلی واقعا زود میگذره. بعد اینستاگرام، تیک تاک حالا زیاد من ندیدم دور و بر، تو ایران کار نکرد، نمیتونست. آره اسنپ چت. بعد جالبه هر کدومشون یه نوع خاصی. ببین مثلا اسنپ چت بین نسل زدا خیلی وایرال، اسنپ میکنی مثلا تو روزمرت اسنپ میکنی. یه اپ دیگه که هست که وایرال تو خارج، بیریل، دیدم اون باید مثلا اینکه خودت یه لحظه بهت میگه نوتیفیکیشن میده، بچا خیلی باحاله، نوتیفیکیشن میده، همون لحظه که میده تو یه گروه داری، یه گروهی از دوستا داری، همون لحظه یه عکس میدی دوتاییه، یه دونه از جلو میگیره یه دونه از عقب، یعنی یه دوربین سلفی میگیره یه دونه جلو که بگه الان واقعا کجایی، میدونی یه همچین چیزیه. و خیلی من دیدم اونایی که تو اروپا ان و کشور دیگه خیلی از این اپ استفاده میکنن، خیلی بین اونا وایراله با اسنپ چت، خیلی این دوتا رو خیلی با هم استفاده میکنن. بیریل فکر کنم داستانش این بود که شما وقت ادیت نداشته باشی و خودت باشی. یه چیزی هم دیگه گفتی راجع به اسنپ چت. اصلا اسنپ چت یه جوری شده بود که مثلا ما حالا دوستام تو دبی اون موقع‌ها یا
کلا جاهای دیگه دیدی اینجا مثلا میری شماره دختر میخوای بگیری یا اونجا مثلا اسنپ دختر میگه مثلا اسنپ تو بگو فلان کن. این کار ایران هم باز استفادهش، ایران فیلتراش استفاده کردن مردم. اسنپ اینجوری که تو نقشه نشون میده کجایی. وای بعد یه چیزی بگم، ایمان که فکر نکنم پادکست گوش شده، ایمان یه دوست دارم زیاد تو سر ما کنه زیاد چیز نمیکنه بچا. یه دوست دارم زیاد مثلا خوب جواب نمیده، همیشه آدمی همچین دوستی داره. منم برای یه سری اینجوری هم شد که جواب نمیده درست حسابی بدید، مثلا هم موقع نیست. و مثلا می‌خواستم بگردم دنبالش که ببینم کجاست، مثلا کارش دارم یا مثلا می‌خوام بریم ببینیم کجاییم چه کار کنیم این داستانا، مثلا برنامه چیه. مثلا میومدم تو اسنپ چتش می‌دیدم مثلا خونه است، خیلی لوکیشنش باز بود، می‌دونستم خونه است الان، مثلا می‌دونستم الان رفته تمرین اینجاست فلان. خیلی عجیبه، من دوست ندارم مثلا معلوم باشه جام، ولی خیلی اوکی هم مثلا دیدم استفاده میکنم تو معلومه الان کجای شهرن. شیر لوکیشن یه ذره عجیب غریبه به نظرم. آدمای تو فاز دوستیتون خوبه، تو مثلا رابطت با دوست دخترت و با پارتنرت به نظر من خیلی مثلا بد میشه ازش اینو مثلا بخوای، یعنی دیگه شکاک شده انگار به این موضوع. حالا اینو گفتم که برسیم بچه‌ها به این که حتی پلاتو بازی میکنن توش، تو اونجا هم من شنیدم دوستام که مثلا اونجا تو چتش با یکی اوکی میشی. من دوستام حتی شنیدم تو کامنت یه پست با دختر اوکی میشن، تو چت دیوار مردم دوست میشن با هم. مرد مومن همه اینا رو میخوام برسم بگم که ببین اینو من حالا دارم دربارش میخونم، هر هفته میام آپدیتتون میکنم. داستانه که دیتینگ داره همین جوری از جاهای همیشه آدم دنبالش میگرده توی پلتفرمی. حالا چیزی که الان خیلی ترند شده و تو ایران هم ترند شده، من میبینم که خیلی مسخره میکنن داخل ایران. گفتم مخصوص ایران این داستان، ولی نه این داستان جهانیه. اونم باشگاه‌های دویدنه، رانینگ کلابا. خب من خودم دو تا باشگاهی که مثلا میرم و دوستا من جمعه ها میذارن و همه الان دارن میدوئن، همه خیلی دارن خرج میکنن سر کتونی و ابزار خاصی داره دویدن این داستانا. خب و یه پادکست خیلی معروف مدرن ویزدم برای کریس ویلیامسونه، اونا هم داشتن حتی میگفتن که تو آمریکا تو انگلیس این رانینگ کلابا اینجوری شده و مثلا دقیقا همون اتفاقی که برای ما میفته که مثلا میگیم یارو فلان کفشو خریده که مثلا اینجوری فقط تیپ میزنه که بیاد بودو تو انقلاب، اونا دقیقا باورم نمیشد. پسره داشت همینا رو میگفت، میگفت آره مثلا فلانی فلان مدل ساکونیو پوشیده، مثلا فلان هوکا رو پوشیده ولی مثلا کامل نمیدوه، نصفشو میدوه. و اینکه همم تو اون کشور دیگه هم داستانه که میان که دوست شن. دوستی هم که اونجوری نیست، میان دنبال کامیونیتی، دنبال اینکه یه اجتماع داشته باشن. و گفت که اصلا کسی که جلوش نشسته بود من کاملا گوش ندادم، ولی تا اونجایی که شنیدم اینجوری بود که داستان چیه، تو وقتی یکی تو کافه میبینی خب چیز دیگه خیلی معذب بری بهش پیشنهاد بدی آشنا شی، ولی تو کامیونیتی مثلا کلاس زبان یه جایی بود که قدیما خیلی کلاس زبان مختلف تو یه بار میبینین، دو بار میبینین، سه بار، 10 بار میبینین، دیگه اون یخت آب میشه با طرف، هی طرفو میبینی انگار داری باش دوست میشی ناخودآگاه. توی کلاسین یعنی یه مثل دانشگاه میشه، میتونی باهاش ارتباط راحت‌تر ایجاد کنی. ولی مثلا تو خیابون خیلی سخت‌تره بر تو، برای همین مردم دنبال این همچین کامیونیتی هستن دیگه. خب منطقیش اینه، به خاطر اینکه میگی من وقتی میرم توی کافه با یکی میخوام صحبت کنم یا تو خیابون با یکی صحبت کنم، اون هیچ ایده‌ای از من نداره. حداقل 2 جلسه تو رفتی با یکی دویدی، آره 10 جلسه با چند نفر صحبت کردی، شاید با هم یه کانورسیشنی داشتین، یه سلام علیکی کردین، خب راحت ترش میکنه دیگه. به نظرم من نظرم اینه که راجع رالینگ کلابا چیه؟ من خودم زیاد خوشم نمیاد به خاطر یه دلیل. من یه زمان میرفتم میدویدم، یه زمان که مثلا خیلی کم مثلا بهت بگم دوران کرونا باشگاه تعطیل بود، من مثلا سعی میکردم بین مثلا 8 تا 10 کیلومتر بدوم. هر روزم واقعا 8 تا کیلومتر رو میدویدم، مثلا یه سیولش 2 ماه 3 ماه هر روز میرفتم میدویدم. کرونا یه خوبی که داشت یه لایف استایل مردم بهتر که مردم شروع به خودشون بیشتر رسیدن. خیلی دپرشنای عجیب غریب آدم میگرفت، واقعا هیچی نبود. من یادمه دقیقاً میرفتم میدویدم ولش 3 ماه اینا، بعد که کرونا اوکی تر شد خوشم اومده بود دیگه. یادمه میرفتم مثلا فکر کنم 7-8 بار بیشترم نرفتم، شاید 6-7 بار 7-8 بار میرفتم. انقلاب تهران بودم اون موقع، بعد الان هستم البته الان نمیرم برای این گفتم. فکر کنم مثلا 5-6 صبح میرسیدم. اون موقع واقعا اونایی که ورزش میکردن میومدن، یعنی اکثرا تیم ملی مثلا 2 بودن، بسکتبالیستا بودن، دخترایی میومدن که همه ورزشکار بودن، قدا مشخص بود، برای لاست زدن نمیومدن. اینا که میدویدن میرفتن، تازه تیم لاستنی میومد 8-9 صبح که به قول تو کفشای گرون قیمت‌تر. اصلا طرف مثلا رفلوره میپوشید بدوه
مثلا هوگو باس میپوشیم یه بدوی چیکار کنیم، یه راه بری یه آب دستت بگیری، یه دونه مثلا آب معدنی از این واسه فکر کنم دیگه. آره این اتریشی فکر کنم اونو دستت بگیری. چرا بالا 100 تومن پول بدی برای آب؟ واقعا بیشتره الان فکر کنم. الان گرونتره. آره 100 چیه مردم؟ آب معدنی کوچیک ایرانی الان اینا فکر کنم 7 8 تومن 10 تومنه. آره این 10 تومن از بزرگه. 200 تومن باشه فکر کنم 200 300 تومنه. این یه ذره چوسی داره دیگه. حالا اینو میخوام بهت بگم، ما همه آدما در حال تلاشن که هی ارتباطشون رو با تو بیشتر کنن، نه فقط از طریق ورزش. میگم تو لینکدین، تو چت دیوار، تو خیابون، تو هر کاری تو میخوای این ارتباط رو بیشتر کنی و خوشایند نیست دیگه. به نظر من خوشاینده. به نظر من ببخشید خوشایند اصلا حواسم به دوئه بود. ببین دوئه من بگم من واسه چی آفرین من برای این دارم میگم. منم خودم شاید اینو کردم، مثلا تنیس باب شد یهو من رفتم سمت تنیس، یه سالی مثلا منم برم فلان که مثلا 2 سال نرفتم خودم هم، یعنی گریبانگیر این داستان شدم. ببین به نظر من ترنده آخه خوبه، میدونی چی میگم؟ حالا بچه‌ها برو بسکتبال بازی کن. آره ببین چرا میری پدل؟ آره اینو میخوام بگم. بعد یه چیزی که هست، من خودم چون ورزش راکتی میکنم الان معذب، یعنی بعضی وقتا احساس میکنم چرا رفتی پدل؟ واقعا چرا رفتی پدل؟ چون من قبلش تنیس بازی میکردم. چرا رفتی پدل؟ چون همه دارن میرن پدل. نه من به خاطر یه دلیل دیگه رفتم پدل. یه دلیلشونه. خب یه دلیلش هم قبول میکنی پس یه دیتیلش منم رفتم میدویدم. یه دلیلش اون موقع این بود که شاید مثلا میریدم افراد مثلا موفق میرن صبح میدون، ولی این سه تا بگم بی دلیل نیست. من میگم ببین یکی این که اصلا دیدگاه من اینه که حالا من کسی نیستم که دیدگاهی داشته باشم، ولی نظر من که خب هر چقدر هر چی باشه بهتر از اینه که یارو قبلش چیکار میکرده. حداقل یه چیز مثبتی ورزشه، میدونی چیز بدی نیست. نه اصلا بد اون نظر نمیگم، این نظر میگم که بعد طرف که این کارو میکنه آخه چیزت بگم همش داره پست میکنه راجبش یا هر روز داره استوریشو میذاره فلان میکنه. خب اوکی فهمیدیم میری میدوی. حالا الان دوستای خودم که میرم میدونم میرم بازم به نظر من اوکیه شیر کنم. شاید هم یکی نمیدونم، من خودم خوشم نمیاد آنچنان. خب تو شیر نمیکنی دیگه. نمیرم. آره بعد مثلا ببین آخه یه چیزی کایاک کن مثلا، چرا نمیری کایاکینگ؟ دوست ندارم راحت‌تر دوباره. سخته چون آخه ببین یه چیز جالبم که هست، مثلا این پستایی که میگن استاپ اسکرولینگ، مثلا دیگه مثلا گوشتو بذار کنار این داستانا. یه چیز جالبی که گفته بود، اینم باز محتوا خارجی بود، میگفت که خب ببین یارو یه پزشک رو تصور کن، از صبح اومده، خب مثلا صبح شیفته، صبح علالطلوع، آره علالطلوع شیفته تا 6 و 7، خیلی مثلا کارشون اینجوری سفت رفته آمد فلان داستانا. یارو دیگه بچه رو خودش کار کنه، خسته شده دیگه. ببین یه کار واقعا طاقت فرسا فارسی طاقت فرسا داره. بذار هفته بعد میخواد بیاد محتوا ببینه، کاواره ببینه، پادکست ما رو گوش بده دیگه. مغز مرچ بیاد بخره که نداریم. آره. ببین مثلا الان من خودم مثلا چه جوری من مدرسه میرفتم، دوست نداشتم درس بخونم بعد از اینکه اومدم مدرسه. آره ببین پس به نظرم مثلا خب یارو میره میدوه چون یه چیزی که عامه پسندتره به نظر من. حالا بگم چرا اومدم پدل، پادکست با محوریت من نیست. من که اول بسکتبال میرفتم، خیلی دوست داشتم بسکتبال، عاشق بسکتبال بودم، قدم کوتاه بود. بعد جالبه بسکتبال تو شهر ما ترند بود، همه بسکتبال میرفتن که قدشون بلند شه، ما هم برای همین رفتیم. یعنی که اصلا علمی نیست. آره اون موقع من با ترند رفتم. بعد نگاه کن ببین همیشه ترنده بوده دیگه. ببین والیبال مثلا، والیبال بعد از اینکه تیم ملی تو جام جهانی موفق شد، تعداد کسایی که میرفتن والیبال ثبت نام میکردن بهتر. پس من احساس میکنم به کشور بستگی داره. من تنیس رو برای چی میرفتم؟ تنیس رو برای اینکه من از کرج که میدونی یه پارک خیلی معروف داره، اونا که نمیدونم باغ فاتح، اونجا رد میشم تنیس وسطش بود. اصلا اون شهرداریه که بزرگترین کاری که بهترین کاری که تو کرج کرد اون پارک بوده. خیلی هم اولی که خیلی خوشگله. بچه‌ها اگه نمیدونین پاک سازی هم کردم اونجا قبلا لاتا بودن، یعنی فکر اون وسط میمدن یه سری تنیس بازی میکردن، بعد لاتا اون پشت خفتت میکردن، یعنی یه داستانی بود. اون خیلی عمل تنیس بازی کرد تو کرج. همین دیگه. ببین مثلا همون دیگه، مثلا من اونو میدم. حالا یه چیز جالبت بگم، من چون مثلا اصفهانم زیاد رفت آمد دارم، اصفهان تعداد زمین تنیساش خیلی زیاده، هر منطقه شاید 2 تا داشته باشه. و مثلا به شاهین خالدان که مثلا تیم ملی تنیس بود، خیلی دیگه چیزن اصفهانی بودن. ببین این پس تاثیر داره. من مثلا خب فکر کنم اومدم تو دوستام خب تنیس بازی میکنن، بچگی تنیس بازی کردم، پدل اومد، خیلی از اونایی که تنیس بازی میکردن به علاوه کسایی که اسکواش بازی میکردن، چون بدنت با راکت راحت تره. من الان مثلا دوستای میان که از ورزش‌های دیگه میان سخت‌تر، چون دستاشون زیاد کار نکرده، عصب عضلات دستاشون اونقدر آشنا نیست با راکت، راحت تر میان. یعنی طرف یه دفعه میبینی تیم خیلی از کسایی که اومدن، الان ایمان حسینی که دوستم دوباره اسمشو گفتم که نگاه نمیکنه. آره که نگاه نمیکنه، چیزه
اون تنیس باز بود، یه پسره هست سجاد فامیلیشو نمیدونم، اون تیم ملی اسکواش بود اومد اینجا، حتی باورش مصطفی شریفات، من سجادو میشناسم. آره مصطفی شریفات والیبالیست تیم ملی، اونم اومده پدل میزنه. و از همه مهمتر ممرزا گلزار دبیر فدراسیون که نداره، دبیر اون چیزشه. خراب کردی همه چیز خودت. ببین خب چرا میبینی من البته من میگم من ناکو اینجا نشستم، خودم هیچ کاری نمیکنم، کسی هم که داره میره ورزش میکنه دارم مسخره میکنم، خودم اینو میدونم این جمله، یعنی خب میدونی بعد چیکار کنم. من کلا دارم میگم به نظر من خیلیا برای این نمیرن چون پدل ورزش باحالیه، برای میرن چون رو بورسه، ورزش خیلی باحالیه مثلا. به نظر من میگم اگه بچه بخاطر ترند بودنش بیشتر میرن، این یه ذره یه جوریه به نظر. دیگه خودش مشخص میکنه که طرف مثلا 3 ماه میره دیگه لولش یه دفعه میبینی پیشرفت نمیکنه. آره چون نمی‌دونی کشتی. ببین یه داستانه هست، ببین که محیطش چیز دیگه، مثلا برای کسی که سن داره، چیزی که من دارم میبینم مثلا تو فیلم‌های خارجی رو میبینی یا مثلا نمیشه واقعا تو سن 30 سالگی بری. مثلا دیدی که اونها یه کلابایی دارن، گلف کلاب، همشون بازنشسته میشن میرن گلف کلاب، مثلا اونجا یه ثبت نام میکنن سال ورزش پول داری بهش میگن. آره ولی آخه یه داستانی هم هست، اصلا مدل الان رفتیم دیگه تو ورزش، مدل ثبت نام باشگاه ما با خیلی از کشورها دیگه فرق داره. کشوری که مثلا میگه تو یه سال ثبت نام میکنیم، این تعداد جلسه داری، هر وقت می‌خواستی تو این یه سال بیاد جلساتت، حالا می‌خوای یه روز بیای، می‌خوای برو اون شعبه‌مون برو. تو ایران اینجوری که این ماه 12 جلسه داری نهایت سوخت میشه. خب ببین الان تو تهران و فکر کنم مثلا باشگاه خوب شهرهای دیگه مثلا تو شیراز و اصفهان و مشهد و کیش و حتی کرج هم من دیدم که این کارو میکنن. یعنی مثلا تو 6 ماه یک سال ببین همه چی داره تغییر میکنه و داستان اینه که خب بعد محیطش چیز چه دیگه. مگه چند تا باشگاه مثلا الان گفتی چی برو کریکت؟ نه کایاک. خب مگه چند تا باشگاه کایاک داری؟ فقط آزادی دیگه. آره دیگه دریچه آزادی باید پس خاصه ولی دیگه کایاک خود کایاک بری چوسیش بیشتر دیگه. من زیاد دیدم هزینه‌اش فکر بیشتر باشه. همون دیگه داشت. پس دلیل داره یه چیزی ترند میشه. 2 هزینه داره، یک کفش میخواد بودو. دو هم با کفش خوب بخری دیگه. راجع به 2 یه چیزی بگم الان یادم اومد. نمیدونم حالا این صحتش آنچنان نتونستم بفهمم ولی خیلی این اتفاق واسهشون مثلا که افتاده و درسته. دوندهای ماراتون و دوندهایی که کلا زیاد میدونن، میدونی که یه سری اکثرشون میرنن تو خودشون واسه دو واقعا میرنن تو خودشون. ناموسن پشما مثل این که به خاطر اون فشاری که رو بدنه، میگه اون خون جمع میشه تو پا و این شکم و اون اعضای داخل همش توی تکاپو رو اون فشار ناخودآگاه دیگه مجبوری این کارو کنی. من 2 تا ویدیو وایرال هم دیدم یه زنه داره میدوه میگه از پشتم نگیر، من همین الان ریدم تو خودم. بعد اصلا سر همون رفتم خوندم دیدم واقعیه، مثل این که مثلا شاید از 100 نفری که میدونم مثلا 15 20 نفر این اتفاق واسهشون بیفته و خیلیه دیگه 20% 30%شون. بازم میگم خیلی نرفتم کامل تحقیق کنم ولی خیلی هم مثل این اتفاق واسهشون. ببین یه چیزی که حالا رندوم فکت عجیب بود در کل. ببین یه چیزی که الان میگین مردم نقد میکنن ولی همش چرته. یعنی میدونی اتفاقی که باید بیفته یه دلیلی داره میفته دیگه و مثلا اجتماع یه دلیلی داره که این ترند میشه. بعد الان مثلا میگین خب همه میرن پدل بازی میکنن، خیلی کم میرن پدل بازی میکنن. نسبتی میگیری؟ خیلی کم میرن. میدونی چرا؟ چون ما زیاد میبینیم تو سوشیال مدیا. اگه اینجوری الان بیشترین ورزش به نظر من توی ایران فکر کنم فوتباله. خب کسی یا استوری نمیذاره ازش دیگه چون پدل یه ذره خاص‌تر شده. ولی یه چیز جالبت بگم، پدل تو اسپانیا ببین، تو کشورهای دیگه هم حالا من چون تو پدلم یه ویدیو درست کردیم بچه‌ها، چالش درست کردیم توی چنل سوممه اینجا میذارم. ما یه چالش درست کردیم، توضیح دادم چه ورزشیه. حالا جلسه بعد تراپی بعدی جکوزی براتون کامل توضیح میدم که این ورزش کی اختراع کرده. برای همین 2000 اینا اختراع شده تازه. تو اروپا مخصوصا اسپانیا پدل ورزش دوم بعد از فوتبال. خب تو اروپا خیلی معروفه، خاورمیانه هم خیلی داره روش سرمایه گذاری میکنه. مطمئنی؟ اسپانیا داداش 1000 تا ورزش مثبت‌تر داره. دومش باسکتبالشون جزو خفنای دنیا. من داداش ویدیو ساختم، من باید تحقیق کردم. عجیبه واسم. بعد جالبه تو آمریکا و کانادا اینا اصلا پدل طرفدار نداره، به جاش چی داره؟ پیکل بال. پیکل بال. بعد جالبه پیکل بال هم من بازی کردم. یه سری توپش بزرگتره، یه چیزی توپش کوچیک‌تره، پلاستیکیه، زمینش کوچیک‌تره. من معمولا تو ایران زمینایی که پدلن پیکل بال هم دارن. بعد جالب پیکل بال خیلی تو آمریکا، یعنی اینجوریه که تو پارکاشون هم پیکل بال دارن مثل بسکتبال. بدمینتون ما. بعد دعوا میکنن، یعنی خیلی خوب میزنن. آره یعنی خیلی همه عاشق پیکل بالن ولی
مثلا اروپایی حال نکردن باش، ترند نشده. تو ایران پیکلبال ترند نشده. چند تا زیر مجموعه فکر کنم اسکواش هم مثلا دقیق نمیدونم. ببین یعنی اسکواش ببین راکت نداره. ببین اینا چون ورزش کوچیک آره با هندبال قاطی کردن. ورزش‌ها مثلا خود پدل هم زیر مجموعه تنیس بود، زیر مجموعه بدمینتون بود، الان اومده زیر مجموعه تنیس. نمیدونم کجاست الان زیر مجموعه یه جا هست، زیر مجموعه یکی از هیچ کارم. آره خلاصه که اینا جمع‌بندی کنیم و اینم بگم که خود دیدی دیگه، مثلا ما یه پلیلیستی که درست کردیم می‌خواستیم بریم جلو، می‌خواستیم ورزش‌های مختلفو تست کنیم دیگه، رفتیم اسکی رو آب. آره یادمه. یعنی این کارم سختی کشیدی. آره که شما فقط نگاه می‌کردین. من بیشتر تماشاچی بودم. ویک بورد بود بچه‌ها، بعد ارزون بود به نظر من. 12 دقیقه بعد توی جلسه‌ام تقریبا یاد گرفتم. 120 تومن دادیم. چقدر دادیم؟ سال 50. آره خیلی ارزون بود نسبت به اون موقع. آره نه بعد یادت هم یعنی با آموزش و این داستانا. به نظرت از ورزش بیایم بیرون؟ آره ورزش بیایم بیرون. ورزش بیایم بیرون. یه اتفاقی که تازه افتاده فکر کنم دیروز پیروز معرفی شد. خیلی ناراحت کننده بود. فکر کنم یه لحظه ویدیوی تو ضبط نیست. ضبط هست دارم آره خب لوگوی جکوار جدیدش دیدی؟ آره خیلی اصلا مردم نقدش میکنن، خیلی به قولی بکلش گرفته توی میدیا، همه دارن تیکه مینزن، ایلان ماسک بهشون تیکه انداخته. همین چه پادکست آنپسند نیست. بکلش یعنی چی الان؟ خب اصلا چی بگم، خیلی واقعا نمیدونم، خیلی نقد بدی گرفته. آره. خب گفتم اولش نقدهایی گرفته به خودش که بهش میگه ترکیب حجم، یعنی یه چیزی دو بار بگی. به خاطر این دارم میگم که برای اون دسته از عزیزان انگلیسی زبان کشورمونم خیلی مسخرهش کردن و واقعا هم حق دارن. خب تو حساب کن یه برندی که مثلا اون گردن کلفت و اون خود جکوار رو بذاری روش ماشین خفن، لوگو شبیه مثلا لوگو چیز شده، لوازم آرایشه، واقعا عینو لوگو لوازم آرایشه. حالا اینجا میذاریم بچه‌ها ببینن لوگوشونو و حتی اون چیزی که رو ماشین قراره بخورم اینجا میذاریم، یعنی اون لوگویی که خیلی مسخره است، اصلا عجیب غریب. من نمیدونم واقعا یه برند چجوری باید برینه به شخصیت خودش با این کار. کاش که اخبارا رو چک می‌کردیم قبل اینکه بگیم با هم. کدومو؟ آخه من اینجوریام که الان مثلا جگوار، خب مثلا خود می‌دونی که من خیلی فنی این پادکستو میرم جلو. یکی این که تو وقت در ماشین صحبت می‌کنی، خب دخترا اینجوریان که چیه من نمیدونم اصلا جگوار با بنز به خدا مثلا باور فرقشو نمیدونم. فکر کنم مدلاشون یه شرکت مدلش فرق، یعنی میخوای بگی دخترا نمیدونن. حالا این به غیر از این، حالا این که یه ذره مثلا میگیم سکسیست صحبت کردن. دومین داستان ما جگوار داریم تو ایران. آره اتفاقا جگوار داریم، جگوار قدیمی زیاد تو ایران هست. همون دیگه جگوار قدیمی دیگه. نه تو ایران نداشته باشیم، ولی خب به نظر من خیلی بد شده. می‌خواستم بگم ببخشید این 2 دقیقه بود دیگه، دقیقه گفتم خبرشو نداره که دیدید صدا سیما خبر کم میاره مثلا هر چیزی استفاده میکنه. نه خبر که آخه ما همش راجع به خبر نیست، مثلا اکسپریانس دیگه. یه چیزی میخوام بهت بگم راجع به سوشال میدیا، قبلش هم باهات صحبت کردم. من خواستم در مورد گلیاپوش صحبت کنم. بگو بعد صحبت میکنم. من اینجوریام که من تازه فهمیدم گلیاپوش الان بازیش هم اومده بیرون، یعنی یه بسته است توش چند تا چیزه توپا رو داره. آره گلیاپوش تو به غیر از گلیاپوش چی بازی میگه؟ من برام سوال بود بازی کجا مثلا بچگی دیگه گلیاپوش از خیابون اومد دیگه، یه بازی خیابونیه دیگه. بیختیواری گلیاپوش. بیختیواری چیه؟ بیختیواری دیگه سکرمیزی میچسبه. مثلا این تا حالا بازی نکردم. بعد ما گرگم میگم به هوا. اینا گرگم به هوا توپو میزنی اون چیزه. من میره بالا چی میگفتیم؟ یادم نمیاد. آره. اسمش اصلا یادم نمیاد. زنگ خونه مردم میزنیم فرار میکردیم. نه این بازی نیست دیگه، این بازی دیگه، واسه زمان ما بازی بوده اینا. بعد فوتبال تو کوچه و بازی دیگه. حاجی یه بازی من خیلی بازی بیرونی نبودم. بعد که پلی استیشن آره دیگه چسبیدم پلی استیشن. آره منم به بازی روزی 20 ساعت پلی استیشن میزنم با یکی از دوستان. واقعا روزی فکر کنم 20 ساعت میزنم، 4 ساعت میخوابیدم. بعد مثلا 9 سالم 10 سالم رندوم همون بود روش کردیم. آره مغزم کوچیک مونده به خاطر همون. میگم یعنی حالا اینو بگم یه سری شهرها بازی من مثلا بهت گفتم که لورا یه بازی دارن چوبو میگیرن جلو. حالا بچهای لورا اگه من درست نمیگم ببخشید، یه چوبو میگیرن، اون یکی با چوب باید بزنه و تو باید با این چوب انگار دفاع کنی و پاتو بزنه. چه بازی؟ بعد بزن تو پات بعد تو دفاع کنی. آره و خیلی درد داره. من چند نینجا وریور نیست این که داری میگی؟ میاد بعد دو گل میزنه اون پشت، اینا هم بازی میکنن. اصلا عجیب مثلا چی میگن یه کشتی خاص هم داریم شمالیا میگیرن تو خاک و ایناست، مثل سومو ژاپنه، لختن بالاشون لخته. آره. میزنن خاکی گلی. آره. جالبی هم داشت. خب سنتیه اینا، خب دیگه خیلی قدیمی هم. این باحال نیست که ما زنده‌شون کنیم. بازی نمیتونه باشه، ورزش هم چه بازی هم میگه ورزش. من برام سوال بود دیگه، یعنی مثلا زنده‌شون کنیم یکی از این برنامه من اتفاقا برام نمیاد. اتفاقا باحاله این خیلی جالبه. مثلا بیختیواری و
بازی‌های قدیمی 10-60 یا بازی می‌کردن و بیاین مثلا الان درست کنیم مثل مردم. من موقعی که سریال اسکوید گیم رو دیدم خیلی این اومد تو ذهنم که بعدش دفعه چیز اومد، گلیاپوش اومد بهم ثابت کرد چه جالبه، چون اسکوید گیم فیلمنامه‌اش بر اساس این بود دیگه. اینا اومده بودن بازی‌های بچگی کره‌ای‌ها رو آورده بودن توی قالب یه شو و گفته بودن این بازی رو با انجام بدین دیگه. الان فصل 2 هم فکر کنم چند وقت دیگه میاد، 2 هفته دیگه میاد. آره چقدرم وحشتناک موفق شد، اون رکوردها رو همه رو زده. رکورد الان یکی دیگه حتی مستر بیست هم ویدیو اولش همونه دیگه، اسکوید گیم اومده بازسازی کرده. پولم زیاد در نیاورده اون بنده خدا که درست کرده. میگه تو ویدیو اول با اینکه نه مستر بیست نمیگم، خود کارگردان و سایه کننده اسکوید گیم میگه با اینکه خیلی شد ترکید پول نتفلیکس در آورد، نه ما شروع ساختیم بریم نتفلیکس ترکید توش. میگه مثلا دوشو گفت به خاطر پول فقط دارم درست میکنم، اصلا دلیل دیگه ندارم، به خاطر پول منم درستش کنم. آخه یه داستان داره دیگه. خب آخه هیچ کی پیش بینی نمیکنه، یارو میگفت بهتره چون هیچ کی تو کره آدم حسابش نمیگه، میگفت فیلمنامت مسخره است. آره مسخره است، ولی نتفلیکس اومد خرید دیگه. نتفلیکس تو این کار زرنگه دیگه. آره مانی هیس مگه نبود؟ مانی هیس هم اسپانیایی بود، خیلی ترکید. آره اونم نتفلیکس. دوباره یه چیزی میخوام بهت بگم الان. تو فکر کن که یه برنامه‌ای میسازی، بعد اون کردیت لازم ازش نگیری، بعد خیلی برنامه‌ت موفق شه، پول درات فلان درات، اون کردیت ازش نگیری، اون پول از روش در نیاری، چه حسی به دست میده؟ مثلا نشناسنه جایی بری، مثلا این سی ساختی همه به یه اسکی دیگه بشناسنت. این دقیقا اتفاق افتاد دیگه. این داستان ببین حس، ببین من دقیقا اون چیزی که گفتی میدونی چی بهت میگم، حالا بهتم گفتم دوست ندارم مثلا محورت پادکست اون ماهاشیم، ولی خب بذار بگیم تجربه. من نیک یوسفی رو داشتم میگفتم، نه تو رو بابا اسکل. حالا دیگه نیک یوسفی خب کردیتشو گرفت دیگه، همه میدونن. خیلی‌ها نمیدونن، عام نمیدونن. عام فکر می‌کنن مهران مدیری ساخته. فکر کنم به دلایل چیزشه، دلایلی که مردم مثلا شلوغ کردن رفتن توش گفتن که تو فلانی بیساری اونطوری سر قضایی که داشته قبلا. کلی چیز میکنه دیگه، کلی خودش تو پیجش اعلام میکنه. نه ولی چه حسی داره؟ تو اینو تجربه کردی، نسبی در حد خودت تجربه کردی. در حد حس بدی بوده دیگه، عصبیت نمی‌کرده؟ ببین من احساس میکنم اون کردیتشو به اندازه کافی گرفته، کارگردان کار اونه دیگه. آره ولی میخوام ببینم اون باز هم شاید بگم 50-60% مردم فکر میکنن که مهران مدیری ساخته. راجب خودت هم دارم میگم تو هم تو اسکیل کوچیک‌تر در حد خودت اینو تجربه کردی، سر کاری که کردی، چه حسی بهت داد؟ ببین میخواستم اینو بهت بگم دیگه قبلش، اینی که دو حالت داره. یه حالتی مثل قمار، تو وقتی این کارو میدی بیرون، مثلا باور کن نیک یوسفی هم خوش مصاحبهشو نمیدونم دیدی یا نه کامل، با نصف دیدم. من کامل دیدم. خودشون گفت ما اصلا ما هیچکی ایمان نداشت به این پروژه و گفت که بعد به همه مثلا کسایی که باشون کار می‌کردن گفت آقا تا نظر نمیفهمیم. یعنی یه جور چیز بوده، یعنی اگه نمیگرفت چی؟ آیا نمیگرفتم چیز میشد اسمشو میذاشتم مثلا مردم فوش میدادن. میدونی چی میگم؟ ولی آره مردم که قطعا این که اصلا نمیدونی پیش بینی آدمو نمیدونی چه جوریه نسبت به یه بازی، اینکه خیلی بازی موفقی شد و اینکه مثل چیز میمونه دیگه، حس تراماتایز شدی یا نه؟ میدونی حس چی میمونه؟ مثلا بچگی تو گیم بود دیگه. مثلا فکر کن تو مثلا چجوری تو یه بازی میباختی، مثلا عصبی میشدی که چرا مثلا به اون جایزه دادن به من جایزه ندادن. یه حس اونجوریه. میدونم پیتر پارکر هم همیشه این حسو داشته دیگه، شهر نجات میداده. بعد همه یکی دیگه تعریف میکردن، همه گفتن اسپایدرمن چه خوبه، دوست دخترش هم حتی بهش پا نمیداد، گفت اسپایدرمن چه مردی، این بدبخت نمیتونه بهش بگه بابا من هیچ وقت نفهمیدم چیز آجی سوپرمن چجوری نمیشناسنش، وقتی یه عینک میذاش هیچ کی نمیشناختنش. نه ببین من توی یکی از کمیک‌ها مثل اینکه توضیح داده که اصلا اون عینک فقط عینک نیست، مثل اینکه روز مردم هم تاثیر میذاره. عینک هم مدل موهاش هم بود. آره یه دونه موش میاد اینطوری پایین. آره بچه ببخشید یه سری چی میگن رندوم فکتر دیگه. یکی دیگه یه فکت دیگه میگفت آقا چرا دیسیا روز شلوار شورت میپوشن؟ آره خدایی من احساس می‌کنم بیزی فلش هم داره. آره همش من احساس می‌کنم بیزی بند خیلی بزرگه. آره احساس ولی تو کل این سوپر هیروها چقدر رندوم ADHD یاد بزنیم پادکستمون، چقدر تو این سوپر هیروها به نظرم کسخل‌ترینش بتمنه. خب این همه پول داری برگشتی تو اون گاتم سگدونی چیکار کنی؟ خب برو یه شهر دیگه. داستان اینه که دیگه ببین من گفتم بازم میگم گاتم درست بشه، گاتمی جماعت درست نمیشه. بتمن افکت بگو. الان این ویدیو می‌خواستی بسازی اینجا بگو دیگه. آره می‌خواستم این راجبش هم بعد حالا صحبت کنم. حالا من یه چیزی می‌خواستم بگم، داستان چی می‌خواستم بگم؟ بتمنو راجب شورت دیسیا گفتی؟ نه شورت دیسیا گفتم، بیزه بزرگشون
بتمن یه چیزی می‌خواستم بهت بگم خیلی جالب. تو حالا توضیح بده بتمن افکت. بتمن افکت و خب بتمن افکت یا اثر مرد خفاشی شاید خیلی از شنیده باشن چیه. تا حالا شده که به خاطر اینکه با این موضوعی کنار بیای یا یه کاری بخوای انجام بدی و یه شخصیت سوم برای خود درست کنی یا یه دیدگاه دیگه به خود کنی؟ خب خیلی این کارو میکنن یا با خودشون صحبت میکنن. خب این مثل اینکه از نظر روانشناختی خیلی کار مفیدیه، باعث میشه که تو اون اعتماد به نفست بچسبه به سقف، احساس بهتری نسبت به خود داشته باشی و بتونی کارتو درست انجام بدی. خب بتمن هم همین کارو میکرد دیگه، خفاش میترسید. با اون همه پول من هنوز نمیفهمم چرا. یه ترندی هم که از همه پسرا میخوام بگم من بتمن شهرم، من بتمنم. گوه خوردن. تو من بتمن قطعا منم. حالا اینو میخوام بهت بگم، حتی یه چیزی که علمی بهت بگم، کسایی که دوتا زبون بلدن یا بایلنگوال یا مولتی لنگوالن، تو زبون دومی که زبون مادریشون نیست اعتماد به نفس بیشتری دارن. مثلا من تو انگلیسی وقتی فکر میکنم صحبت میکنم اعتماد به نفسم خیلی بیشتر از فارسیه. واقعا هم درسته. تو هم این تجربه داری دیگه. اصلا یه چیز دیگه، تو میری خارج با اعتماد به نفس بالاتری، روت بیشتر از مردم سوال کنی. آره چون مثلا میگه این زبان دومه دیگه، میخوای چیکار کنی دیگه، مثلا کسی نمیشناسه. نه به اون قضیهش خیلی ربط داره. وای چقدر این موضوع به هم ربط داره. یه میم شده تو یه جمله هنری کویل، بچه با یه بازیگر کشکیل کشتی با سوپرمن بازی کرده. هنری کویل یه جمله انگیزشی گفته به مردم و مردم خیلی این میم شده. میگه که بچه‌ها من از هر دختری که خوشم میاد نمیترسم و میرم جلو و بهش پیشنهاد میدم بریم بیرون، شما هم حتما این کارو کنید. میگه چرا آخه این کار نمیکنی؟ من همیشه جواب گرفتم. آره. خب بی شرف 1.90 قدته، اون صورت، اون بدن، اون چهره، بازیگر گیمر هم هستا، گیمر چی جوجه کباب دیگه. بعد مثلا اینو به غذا مردلقش جوجه کباب، قزنفر مثلا توی فلان شهر که نمیتونه بره اینو به یارو بگه، یارو اصلا جوابش نمیده. دایرکت دختر رو دیدی مثلا، یا مرد 47 سال 50 سال اینطوری خوش عکس گرفته نوشته جوجو چقدر خوبی بخورمت. من سر برنامه‌ام هنری کویل ایرانی و مهمونایی که من با مهمونام صحبت میکنم که مثلا یه ذره چیز کنیم قبل اینکه مثلا برنامه باهاشون صحبت کنم، مثلا میگم پسرا چجوری میان تو دایرکت تو این داستان خیلی حرف میشه. وای اصلا ببین یه ژانری داره. ما ایده اولی برنامه‌مون این بود که حالا الان میره یکی میزنه که دخترا بیان دایرکت این پسرا رو بخونن. مثلا یه پسر نوشته بود دختر کلاژ آرتیست بود فکر کنم، انیمیشن داستانا خیلی خوب میشه، میتونم توی کلاساتون شرکت کنم فلان بیسار. نمیدونم من میخوام شاگرد خیلی خوبتون بشم، من قصدم ازدواج، من فلانم. آره خیلی سم. بتمن میدونم یادم اومد چی میگفت، فکر کنم آخرین آیتمی هم باشه که صحبت کنیم. بتمن یه اتفاقی که من می‌خواستیم دربارش ویدیو بسازیم، اینم یکی از عنوانایی بود. من همش دیگه می‌خواستم بسازم، بعد اینجا مطرحش میگم جالبه. اینکه ما خیلی هم این بحث شده، خیلی گفتن که مثلا همیشه فقیر از پایین اومدن این داستانا خیلی چی میگن دربارش موضوع ساختن، فیلم زیاد داریم این داستانا. سریال ساکسشن رو دیدی؟ گفتی اتفاقا میدونم خیلی خفنه، خیلی خوب بوده. 2 قسمت دیدم، خیلی حوصله‌ام سر رفت. آره خیلی گفتگو واقعا خیلی گفتگو. کلی میگم یه شخصیت داره اینا یکی از بزرگترین سرمایه دارای آمریکان تو این فیلم. خب بعد یه داستان داخلی خانواده پولدارا رو نشون میده. باعث جالب این اصلا خیلی واقعیه این داستانش. پسر بزرگ درگیر اعتیاد میشه، درگیر اعتیاد میشه، درگیر یه اشتباهاتی تو زندگیش میشه، زندگی موفقی نداره و جالبه خیلی از پولدارا همیشه این چیزا زیاد وایراله، چیزا انگیزشی که همیشه میگن مثلا آقا نسات اینجوری تو پولدار میشه بچت فقیر میشه، تو پولدار میشه بچت جمله معروف داره بعدش میگه. ببین یه سری چیزا مثلا پیشرفت تو راسته پول خیلی چیزه عرفه، یعنی همه اینجوریه که میخوام اینو پول به دست بیارن. تا حالا مثلا فکر کردم مثلا من یه مثلا پسر دیوید بکام واقعا. آره مثلا ما نمیتونیم تصور کنیم چون اون خیلی پول داره این داستان. من فقط پولش نیست، اون فیم بابا و فلان. یه چیز راجع به ساعتش من دیده بودم خیلی مسخره بود. پسر دیوید بکام میگفت من نمیدونم
من 20-21 سالگی اولین مثلا پتک فیلیپمو گرفتم. اون وایرال شد. اولین پتک فیلیپمو گرفتم. بعد نه آره چی؟ اولین پتک فیلیپمو گرفتم. اونجا یه جا هست که مثلا $100,000 $80,000 ناتیلوس برنامه کارداشیان تور شده. داریم غیبت می‌کنیم. داستان این بوده که یه جا هست میگه میاد تو میگه که من آره مثلا مدرسه چیز بود و میگفت بابات با چی می‌بردت بعد می‌خواست بگه از مثلا پایین اومدم زنش وایرال شده بود دیگه. میگفت خب بابات با چی می‌بردت مدرسه میگفت با رویز میگفت پس خدا میگه ولی ورکینگ کلاس بود بابای من. میگه نه بگو با چی می اومدی. اینو من می‌خوام بگم که من احساس میکنم که مثلا زندگیه مثلا اونایی که خیلی پول دارن خیلی موفقن بچه‌هاشون یه دنیاییه که زیاد صحبت نشده فیلم دربارش ساخته نشده. حالا ساکسشن دربارش ساخته که اون ببین معمولا هم یه چیزی که هست ببین چون پسر الگوش پدرشه بعد تو اینجوری که یه روزی پدرتو شکست میگن مرد 2 بار باباش میمیره یه بار واقعا میمیره یه بار تو ذهنش و مثلا اونی که بابای خیلی موفقی داره معمولا سخته که باباشو بکشه. آره باباشو تو ذهنش بکشه. میگه از این یه اصطلاحه من نشینده بودم ولی قشنگ بود. این میگه تو روانشناسی میگه چون ببین تو بابات خیلی نماد قدرته خوب و تو زمانی یه دفعه یه مرد خیلی مثلا یه مردی میشه که خودت حال میکنی با خودت که مثلا باباتو تو خودت میکشی. یعنی خودت انقدر پیشرفت میکنی نه که تو ذهنت ممکن پیشرفت بیرون نباشه انقدر مثلا به مردونگی خود اعتقاد پیدا میکنی که دیگه تو ذهنت بابات حالا الگوت نیست. یعنی باباتو کشتی تو ذهنت میگه خودت آره خود کسی هستی انگار. آره خب و این تو بچه‌هایی که باباشون خیلی موفقه خیلی کار سخت‌تریه 100% به خاطر اینکه اونها یه مسیری رو رفتن و یه سطح توقعی رو همش گذاشتن. خودت با بابات مقایسه می‌کنی دیگه هر موفقیتی به دست بیاری از بابات کمتره. میدونی تو هر چقدر مثلا تو فکر کن مثلا به عنوان یه بچه مثلا 20 ساله تو ایران مثال میزنم یه شغل خوبی داری مثلا میای الان حقوق کار فکر کنم 10 تومن یا 8 تومنه حقوق مصوب. آره 10 تومن. تو بگو ماهی 10 تومن در میاره مثلا تو 20 در میاری. حقوق خوبیه به عنوان کسی که شروع کرده کارشو. تو یه دفعه خودت مقایسه می‌کنی با بابات فکر کن مثلا بابات ماهی مثلا 500 میلیون در میاره. بعد بابات مثلا میدونی خیلی چیز عجیبیه. و مثلا تو حالا فرهنگ ما حالا بچه پولدارا رو دیدیم دیگه همش مثلا بچه پولدارا اینجوریان چی میدونن فلان داستانا کسی از مثلا ذهنی اونا چیزی ندیدم فیلم و محتوا بسازه و مثلا این سریال خیلی برام جالب بود که خب ببین یه اتفاقی که میفته میدونی چیه این خیلی هم پیش میاد کلا وقتی تو دغدغه‌ای نداشته باشی و وقتی نخوای برای چیزی تلاش کنی متاسفانه درگیر حالا ازات ایراد میشی اعتیاد یا هر داستان دیگه یعنی توشون خیلی زیاده. آره ببین کلا میگم چون اصلا یه جمله معروفه میگم آدمیزاد مرد مخصوصا برای مردا باید اون مشکلات رو داشته باشه اون استراگل رو تجربه کنه چون مردم میسازه یعنی تو باعث میشه پیشرفت کنی. اون جمله رو بگم چی بود میگه زمانهای سخت مردهای قوی به وجود میاره مردهای قوی زمانهای خوب رو به وجود میاره زمانهای خوب مردهای ضعیف رو به وجود میارن و مردهای ضعیف زمانهای سخت رو به وجود میارن. این سایکله. من نگفتم بابا یه بنده خدا دیگه گفته من فقط فارسی شعرم خوب حفظ کرده بودی آفرین. یه جا دیگه هم گفته بودم اینو توی پادکست دیگه هم گفته بودم. در کل مثلا میخوام اینو بگم دیگه ببین خب نه یه چیزی دارم بهت میگم ببین مثلا مثلا نگاه میکنی اون فکر کن با اون همه امکان تو یه کار خفن کنی خیلی با یعنی سخت‌تره تا کسی که رفاه نداره با یه انگیزه‌ای داره که اون به دست بیاره. آفرین. من میگم اون خیلی سخت‌تره. مثلا میدونی چی میگم آقا گفتم دیگه تو تارگتت اینجاست اونی که بنده خدا نداره و ندیده کمتر دیده موفق شدن مسیرش همش براش چیزه سخته خیلی هم سخته ولی اون راحت‌تر به اون گله میرسه. آره. من اینجوری نیست که الان مثلا بخوام چیز کنم یعنی میگم اونو بعدم من میگم از خودت نه ببین چه دیدی که همه نقد میکنم من فقط از مثلا این سریال این تو بیدار کردی زندگی رو از دید مثلا دیدی تو جامعه عرفه که همیشه از فقرا از فقر از پایین از اینجا نگاه کنیم از بالا حالا یه بار نگاه کنیم که مثلا اینا چه جوری مثلا تو آخه دست تو نیست بابا مامانت تو مثلا به دنیا اومدی یارو مثلا مامان باباش اینجوری بوده تقصیر من چیه پدرم بعد پولدار بوده مثلا آره الان مثلا یه چیزی من چیکار کردم مثلا بابام برام لامبورگینی خریده اینا رو داشتم حالا به غیر از اون مثلا حالا فقط نه تو پول مثلا بابات یه دفعه یه آدم بدیه تو مثلا بابات صدامه پولدارم از صدام نمیتونی مثال بزنی
تو داری میگی گناه اون اتفاقات، هر اتفاقی هر چیزی که واسه پدر مادر هست به بچه زیاد ربط پیدا نکنه و ربط پیدا نمیکنه. جامعه تو زندگی اون خودش داره تجربه میکنه، اصلا ما نمیتونیم این چیزی درباره هر زندگی هر کسی بگه. ولی جوری که اون باید ببینی چه جوریه. آره میگم اون میگم مردم اینجوری هم که خودتو بذار جای اون، یعنی خودم به خودم اینو میگم معمولا. داستان اینه که جامعه یه ذره بد برخورد میکنه با اون. خب کلا جامعه یکی از دلیلش میدونی چیه؟ پولدار بدن. این خیلی اتفاق افتاده. اصلا همه چی مثلا تو پولدار بدن. تو فیلم ایرانی نام می‌کنی پولدار بدن. هر کی شخصیت منفیه، رو دوشام داره، پرتقال میخوره، این تلفن قدیما، این تلفن 20 سیما هم داشتن، رو ترمینال راه میرفت. همه شخصیت منفیای مدلی بودن، کراوات می‌زدن، پولدار بودن، ماشین خوب داشتن. خب مثلا واسه چیه این اتفاق میفته؟ حتی تو سینمای خارجی هم این بودا. ببین اصلا میگه همینه. بعد مثلا خیلی بعد جالبه، یه دونه چیز داشتم میخوندم، بعد یه سری آدمای موفق رو میبینی همیشه مثلا ما اینجوری که یارو از صفر شروع کرده چیز بود دیگه. مثلا میگه ترامپ که باباش اصلا خودش خیلی سرمایه‌گذار خفنی بود، نمیدونم اسنپچت باباش میلیونر بوده، بهش پورش هدیه داده بود، $500,000 اولش سرمایه‌گذاری کرد، 1.5 میلیون دلار 500 تا سرمایه‌گذاری کرد. بیل گیتس باباش ثروت وضعش خیلی خوب بوده. نه ثروت مامانش ارتباطات خوبی با آی بی ام داشته. کل یعنی چی؟ مامانش با اینا باشه مادر مردم صحبت نکن. تو خود مادر داری. بعد مثلا خود برادران همین پال، جیک پال و لوگان پال پدر مادری داشتن که اینا رو ساپورت کردن، 500-600 هزار دلار به اینا پول دادن. نه مثال دارم میزنم، اونو ولش کن بنده. دیدی چیز شد بچا؟ دیدی تو دادگاه سنتنس داشتن میخوندن اینا که قش کرد. دیدی قش کرد؟ حالا من پروندهش نیومد ولی اوضاعش خیلی خیت شده. حالا یه دونه چیز کردم راجع به چیز. هفته بعد اونو بگو بریم سراغ کامنت ها. بریم واسه کامنت ها. فقط اینو داشتم میگفتم دیگه، دوستت دارم رضا. ان شاءالله ما هم پولدار شیم. ان شاءالله ما هم پولدار شیم، بچه‌م معتاد شه. ان شاءالله من امیدوارم بچه‌م معتاد نشه ولی برام پولدار شه. من رضا پیشو یادت چی؟ پشمای همه شاید ریخته باشه. ما راجع به مرداد نیویورک صحبت کردیم، راجع به علم دویدن صحبت کردیم، راجع به دیتینگ صحبت کردیم، راجع به دیدی هم منشن کردیم. ولی یه چیز جالبه دیگه، مثلا رضا پیشرو خیلی جالبه. مثلا یه چیز اون وسط بود، هم یه چیزی میگفت رپر باید پولدار باشه، هر نمایشگاهی رفت پول دارم از راه رپ تو که پولدارتر شم، جراح قلب. آره همش هم بنده خدا تو ذهنش این بود پرشو بکش بیرون، نمیدونم فلان کنم. میدونی به نظر من به اون جایگاهی می‌خواست نرسید. من واقعا آره رضا پیشرو امیدوارم که واقعا دهنش سرویس شد نرسید. آره صدای خودتو دوباره میشنویم. بریم کامنت‌های هفته پیشو بخونیم. چند تا کامنت اون ببینیم چیه. پول کسی داد راستی خرید چیزی واسمون؟ آقا یه چیز جالب بهتون بگم بچه‌ها، اونا که گوش میدن، اینه که ما 3 تا اکانت گیووی کردیم، یه نفر رفت بگیره از 300-400 نفری که دیدن. خب من بهتون بار مجانی هم کار مجانی میدیم، نه شما به ما میدین نه ما به شما میدیم، یعنی ما دادیم شما قبول نکردین. بریم پادکست یه چیزا رو بخونیم. نیوست رو واسه بزنم، برو بریم. آریا چرا اینقدر درگیر تجاوزه؟ من درگیرش نیستم، تجاوز درگیر منه. خیلی زیاد شده. یه اسم قبلی هم بخونیم، کیزا آندرلاین کو، نمیدونم چی داست، از دوستامه. آره واقعا بله فقط دوستامون اینقدر دوست داریم. استوریم هم کرده منو، دوست خیلی خوبمه. مرسی تشکر میکنیم. آقای پیمان شریفی 1363 این سلام موفق باشید. شما میگید که کامنت های کمه ولی کامنت هم که کمه نمیخونید. من فیوریت هم اینه که کامنت هم رو بخونیم ولی هیچ قسمتی نخوندیم. به هر حال بازم مینویسم براتون. ایشون یکی از کسایی رو همه ویدیوی ما کامنت میذاره. من چون ندیدم، من خیلی عجیبه. دمت گرم. من خیلی دوست دارم که با اون ارتباط داری. بعد یه سری آواهایی دادن، جواب سلاممون. یکی طلوع تهرانی نوشته که سلام به روی ماهتون، از دوستامون هستن، بوس میفرستیم بهشون از اینجا. یه سری میو اینجا کردن، خیلی شبیه چیز شدی، رادیو شدی. خانم حسینی آره. آهنگ صبر ایوب خواستن از ما. یکی نوشته آفرین بچه‌ها، راستی پاشا هم ایران، خوب میشد میتونستیم باهاش برنامه بگیرید. به نظرم یه چیزی بهت بگم، من داستان سلبریتی نمیدونم، اینفلوئنسر حساب میشه دیگه پاشا دیگه. من نمیدونم چرا با آدمای معروف اصلا ارتباط خوبی ندارم. یعنی با کسایی که من که بدتر من به خاطر کارم با یه سری ارتباط من نمیگم من گوه خاصی اما نه. من اخلاقم اینطوریه. آره به غیر از اون اصلا عجیبه. فکر کنم یه سندرومی. ببین مثلا من اصلا میخوام باشون حرف بزنم اینجوری هم که چجوری سلام کنم باشون. حتی مثلا چون توی فیلدینا به خاطر اینا
به غیر از یه فیلم نیست بابا. من بهت گفتم ممرز گلزار دیدم دیگه. ببین خب نه من استرس گرفتم. فکر کنم یه صحنه بعد اون استرس بگیره. وای رضا من اینجوری بودم که خب یا به تخمت نیست یا به تخمت. من اینجوری که اینجوری بودم. بعد اینجوری بودم که منو نبینه. نه دیگه سلام علیکم ای کاواره رضا تو دیت می‌ساختی. اصلا قبل اون داستانا دیده بودمش. سر اینجوری هم که حاجی مثلا من دوست ندارم چشم با آدم. من که انار میگفتن مال ممرز گلزاره میرفتیم قلیون میکشیدیم. انار توی جردن بود. یه دونه انار بود اسمش. یادم نمیاد فکر کنم انار بود. من اینجوری بودم که دوست ندارم چش تو چشم شم با طرف. نمیدونم چرا اینجوری. منم بدم میاد. من ولی من علی دایی رو نزدیک دیدم خیلی کیف کردم. فقط خاک تو سرم که نرفتم باش عکس بگیرم. واقعا تنها کسی که دوست داشتم باش عکس بگیرم علی دایی بود. من میگم من یه لیستی دارم که باشون عکس بگیرم، ولی میگم کلا فقط علی دایی. میدونی من مشکلم چیه الان؟ اتفاقی که اصلا تو ذهنم فقط علی دایی. داستان اینه که چون طرفو خیلی دیدی از فقط پشت یه مثلا قابی، نزدیکش برات متفاوت عجیبه و مثلا بهم حس بدی میده. اصلا دوست ندارم سلام کنم باشه. شهریار فوتبال ایرانی دایی. آره خیلی هم بزرگ بود ماشاءالله. قد اون در بود. بریم بعدی. چیزای بزرگ دوست داری؟ خودمونی بودن پادکستتون نقطه خودمونی بودن پادکستتون نقطه قوتشه. میتونید مثل پادکست پلنت یه لیست برای خودتون درست کنین که حرفایی که میزنین یه نظمی پیدا کنن. خیلی واقعا حرف درستی زدیم. فقط بچه‌ها ما آف کامera خیلی با هم درگیریم. یعنی اصلا ما مشکلات زندگی هم زیاد داریم. خیلی اتفاقا میفته و من امروز خودم مثلا خیلی پریدم اینور اونور، میدونم نتونستم اون لیست رو اجرا کنم. میخوام دونیت کنم به چند نفر فوش بدیم. باز دونیت نکردی نوشتی. آره الکی که نمیشه که. چرا مینویسی؟ فوش ناموسی 1 میلیون ادامه بده. به من گفته عالی رضی ادامه بده. طرفدارای منن. دو چیز ما مثل آخر مثل اگه معروف شیم مثل جیک پال و لوگان میشیم. میافتم به جونم. آره فیلم داداش برای پوله. این کار میکنیم. یکم نوشته بود مرسی که تامنیلا رو از اون بک‌گراند زرد عوض کردم. من خودم بگم آره فقط اگه میشه این تاملینا رو اون بیشرفی که ادیت میکنه منو آرایش نکنه، رژ گونه بزنه اینطوری کنه منو نکن. جون مادر من آبرو دارم به خدا. خجالت میکشم. چی جذب میشه اون سر دنیا منو مسخره میکنه. شاید فکر کنی تیمم خیلی بزرگه. تیم بیشتر کارا رو بچه‌ها رضا میکنه. خدایی زحمت میکشه. یعنی بگم 80% زحمت این کارا رو رضا میکشه. قربونت. 80 20 لذت. شات اوت. لذتش هم رضا. باشه چی میگفتن؟ اینم بریم دعواش تحقیق کنیم. میگن لذت 80 20 تو سکس. منظورشون فکر کنم دلیل اینه که تو میتونی طولانی تر کلایمکس داشته باشی تا مرد تا تمام. آقا حیف نیست دکور اینقدر باحال، فلو پادکست باحال، ویو اینقدر کم. اگه تو پادکست مهمون بیاریدم خیلی باحال میشه. بچه‌ها قراره مهمون بیاد. با چند نفر صحبت کردیم با گلچین میکنین. گلچین بریم ممرز گلزار علی دایی و دوستای خودمون. واقعا از اینجا این جالب میشه. یه روزی مثلا دیدی اینا رو این ریزا میکنن، اینا به هدفشون رسیدن. دوست داری با کی مصاحبه کنی تو ایران؟ مصاحبه کنم تو ایران. آره. باش ویدیو بگیریم. من آدمای زیاد عجیبه. خیلی سوال خوبی پرسیدی ولی واقعا بهش فکر نکردم. میتونم هفته دیگه جواب بدم. من الان بگم من ورزشکار خیلی دوست دارم. با ورزشکارا خیلی دوست دارم پادکست بگیرم. با مهراد خیلی دوست دارم حرف بزنم. یعنی درباره کاراش و این داستانا دیگه. مهراد هیدن مهراد مخفی. ببین سامانم واقعا دوست دارم چون شخصیت فانیه برام. خیلی دوست دارم با مثلا از کلا اون گروه من دوست دارم چون که کار اصلا تو طولانی مدت کارهای جالبی کردن. یعنی میدونی از لحاظ خود کارش حالا وجهشون رو من کاری ندارم، یه سری حال نمیکنم. آره منم بدم نمیاد. بعد بیشتر شخصیتو نمیدونم چرا چون مثلا یه یوتیوبر خارجی پیتر مککنن خیلی دوست دارم با اون فیلم برداره. آره من خیلی دوست دارم با تو دیگه با پیمان معادی دوست دارم. نمیاد. آره اون یکی دیگه رو دوست دارم. خیلی مسخره‌ام کردن اینا گفتن. ترلان پروانه. من فکر کنم یکی از کسایی که کامنت گذاشت خوشش نیاد. من خیلی دوست دارم. میدونی چرا؟ چون شخصیتیه که خیلی حاشیه زیاد داره ولی هیچ وقت نمیاد خودمونی صحبت کنه. خیلی دوست دارم باهاش حرف بزنم. یعنی من احساس می‌کنم زیاد مثلا بازیش هم درخشان نبوده. فیلم چیز حاشیه درخشانی داشته. آره من دوست دارم. یعنی احساس می‌کنم اصلا حرفای برای گفتن داره. ترلان یوتیوب بزنه موفق‌تره تا به نظرم نمیتونه یوتیوب بزنه بیا راحت صحبت کنه. ترلان جون اگه این پادکستو میشنوی یا میبینی یه دی ام من خاله شدی ترلان جون. یه دی ام من بده یعنی کارهای پادکستتو می‌کنیم ویدیو یوتیوب و این داستانا. من دوست دارم با یه آدم خیلی مدیری
یکی کسی دیگه هم هستم مهران مدیری. خیلی انتخابای چیزی داشتی. آبیس چویس بود اینا به نظرم. آبیس چویس. نه ولی واقعا نه ببین نگران بچه‌ها من واقعا یعنی با شهریار فوتبال اینا نمیخوام مسابقه کنی؟ من برنامه‌هایی که با اینا بسازم خیلی متفاوته از مسابقه‌های یکی دیگه. یه دفعه مهران مدیری میام پرنک میکنه. گوز کاباره آقا رضا. ببین اتفاقا من یه روز این اتفاق تو یوتیوب نه توسط من خیلی دیگه میفته. چرا؟ الان میام میذارم بعد کونت میسوزه دوباره. نه میدونی چیه؟ چون داستان اینه که یوتیوب خیلی دست کم گرفتم. ما هنوز پتانسیل یوتیوب خیلی بالاتر از این است. بله 100% مشخصه، به خاطر اینکه محتوای فارسی ما اصلا نداریم. میدونی چیه؟ مثل اصلا الان محتوای ایران مثل گنگ شده. ببین تو خود یوتیوب یه سری الان فقط با هم دارن ویدیو میگیرن، خب یه سری مثلا با هم دیگه. از اونور مثلا کسایی که تو فیلموان دارن یه کار میکنن با هم، سینما الان یکی شده. بعد مثلا سینمایی‌ها به کسایی که تو سوشال مدیا کار میکنن گارد دارن. یارکشی شده بیشتر. آره یارکشی شده. بعد مثلا دیدی که مهندرین کریم پور اومد فیلم ساخت، کسی که تو اینستاگرام بود، فیلم خوبی هم نساخت فکر کنم، نمیدونم اون، ولی به نظرم موفق شده. آره. این طریق دیگه میگم یعنی مثلا خیلی چیز داره ولی همیشه پول وسط باشه داستان عوض. آره ولی میدونی چه به نظر من، خودت هم اینو گفتی، اونایی که تو اینستاگرام موفقن به خاطر نوع اون ویدیوهاش و اون سلیقه‌هاشون نتونستن تو یوتیوب ولی میگم ولی درست میشه. من اینو دارم، حرف من نیست. این خوبایی گفتن که نمیخواستش اینجا من 90% من چیزی نیستم بگم از خودم حرف ندارم این داستان. 90% حرفایی که من میزنم من چیزایی که مطالعه میکنم، ویدیوهایی که تو یوتیوب میبینم و قبول دارم همشون بر اساس تحلیلای درسته به نظر من. امسال یوتیوب نتفلیکس رو گرفت از لحاظ بیننده و یوتیوب داره همینجوری بزرگتر میشه، پتانسیل خیلی بالایی داره. ایران همیشه عقبه. اندرو شولز هم یه حرفی راجع به زد، گفتش که نتفلیکس 150 میلیون دلار هزینه میکنه یه سریال میسازه که مردم نگاه کنن، یوتیوب هزینه‌ای نمیکنه، تو میرون نگاه میکنی 200 میلیون نفر نگاه میکنن، پولی هم بهت میده. ایران هم این اتفاق عقب‌تر میفته و تنها کسایی هم که میتونن اینو بهتر کنن خود کسایی که میسازنن. من اینو فهمیدم دیگه، نه کسی میاد نجاتمون میده، بتمنی نیست، هیچ بتمنی گاتم ما بتمن نداره بچه‌ها، اسپانسری میاد. من این حرف آخرم بزنم خدافظی کنیم، خیلی بی پولی مثلا اینکه راجع به اسپانسر نه اسپانسر میخوام چیز کنم دیگه. آقا من یه اسپانسر گرفتم، یه شرکتی واسطه شد، شرکت آژانس تبلیغاتی بود. من خودم آقا میگم من واقعا بلد نبودم صحبت کنم، بلد نبودم با اسپانسر کار کنم و این اسپانسرم واقعا هیچ کدوم از پروتکلایی که بر رسمی رعایت کنه نه قرارداد با من بست، نه کسی که با من صحبت میگن این آدم خدافظی کرد. یعنی ما سر یه موضوعی به هم مشکل خوردیم، هم مهمونام ناراحت شدن، هم برنامه‌ام و لاکار رفت، هم اسپانسرینگم. به نظر من خوب شد این اتفاق افتاد الان، تجربه شد دیگه. یعنی ببین من مهمونام خیلی فکر کنم ناراحت شدن دستم. ببین ما یه لیگ کاباره قرار بود 4 تا اپیزود پشت سر هم به فینال میرسه، یه جایزه بذاریم. با اسپانسر هم صحبت کردیم، گفتیم که جایزه از طرف شماست و صحبت میکنیم داستانا. گفتم اوکی، قبول کرد. قرار بود تا آخر تابستون اسپانسر من باشه. گستت کرد. یه ویدیو از یه چیزی خوشش نمیاد، پروتکلاشو درست مثل ببین یه قانون نانوشته اونا که شرکت کار میکنن میدونن، تو وقتی میخوای تو با یکی داخل شرکت صحبت کنی بعد تایپ کنی، هیچ وقت وایس نمیدی. تو یه وایس یه جایی گفته بود که نوشیدنی‌ها رو نذار رو میز. اصلا وایس خیلی کار اشتباهه. آره. باید مکتوب کنی به عنوان مدرک بمونه همیشه. آره. این کار نکرده بود و من اصلا دقت نکردم، تو حرفای بعدی هم نگفته بود. کل ویدیو نوشیدنی‌ها رو میز بود و ما مجبوریم تو ادیت یه کارایی کنیم و هم برنامه خوبی نشو انقدر ادیتش کردیم. و زنم نردی بخاطر آره. زنم تشکر کرد، گفتم خب ادامه برنامه چی این داستانا می‌خواستم اینجوری بکنم، گفتم جلسه بزنیم حرف بزنیم، گفت آره امروز حرف بزنیم، داستان دیگه کلا جواب نداد. گوستت کرد دیگه. آره گوستم کرد. این خیلی عادت بدیه. و اینم من با یوتیوبرها دیگه صحبت کردم، کلا شرکت‌های مارکتینگ برن درشون رو بذارم. من اینجوری واقعا برخورد میکنم، هیچ کدومشون آدم حسابی نیستن. من به نظر من کاری که تو یوتیوب خارجی شده بعد تو ایران هم اتفاق بیفته و داره میفته. شرکت‌های میان آره. که میاد میگه من 50 تا کانال دستمه، آره. هر کی میخواد با اینا کار کنه باید بیا با تیم شرکت‌هایی که ما کار اومدن کنه. نه قدر کارو میدونن، درست همکاری میکنن. دو تا شرکت با من اومد کار کرد، اسم اولی حالا چون باش یه کار کردم نمیتونم بگم. یه شرکت دیگه اومد یه بیسکویت کپی میزنه از ایران، لتوس، اومد صحبت کرد. چونه زنی چیه دیگه داداش، این قیمته. بعد مثلا من محتوا سازم، میدونم مخاطبم چی دوسته، مخاطب چه جوری بهم اعتماد میکنه. میگفت بعد اینجوری کنی تو دکورد این کارو کنی. گفتم خدافظ.
چقدر هرس داشته. ما احتیاج به پول هیچ کس نداریم. چرا داری؟ ولی نه بچه ما که الان من اینو واقعا ایمان فیلترینگ هم برداشت شه. من ایمان دارم واقعا این پادکست میره جلوتر و این کار باحالی من تو اسپانسرینگ میکنم. من مثل کاریابه ببینید میخواد چیکار خاطی کردی عصبی شدی چرا من اینو بذارم. رضا 1 ساعت خوری داریم صحبت میکنیم. اولین بار 1 ساعت شد. ناراحت بودی امروز. بچا اونایی که تا اینجا شنیدن بنویسن چی بنویسن؟ جکوزی دوست داریم. خدافظ. خیلی خزی رضا. بچا خدافظ تا قسمت بعدی.